بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد كما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. عرض سلام دارم و دنیای از ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوستداران برنامه سفره دل. الله رو بی‌نهایت سپاس از این که بعد از فراغی نسبتاً طولانی الله متعال این منت رو بر من نهاد تا دوباره به جمع سفره دل شما عزیزان اضافه بشیم. در خدمت جناب دکتر نور محمد عمرای عزیز که برنامه هایی رو حالا نمیدونم چه حکایتی بود و چه ساخت و باختی با مدیریت داشتن که ما رو در برنامه های گذشته راه ندادن به برنامهشون. بحث های خاص و تنهایی داشتن، میدان رو تنها پیدا کرده بودن و بسیاری از خواهران رو آزرده خاطر کردن با صحبت هایی که درباره ازدواج های مختلف داشتن و این موضوعات و جای من خالی بود تا از شما خواهران بزرگوار دفاع بکنم و ببینیم دیگه حالا جناب دکتر چه خواهند گفت. الحمدلله که باز ما برگشتیم و تا دفاع بکنیم از شما در برابر صحبت های جناب دکتر و دیگه انشاءالله که میدان رو برای جناب دکتر تنها نخواهیم گذاشت و دیگه اینجا باید حالا ببینیم دیگه چطور دفاع خواهند کرد از صحبتاشون. و حالا آنچه که به شما گفتن در غیاب بنده گفتند، حالا دیگه نوبت ماست دیگه. در آغاز من عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت جناب دکتر و خوش آمد میگم حضورشون رو. جناب دکتر خوش آمدید. خیلی خیلی ممنون. بنده هم عرض ادب و سلام و خوش آمد دارم خدمت شما که بعد از یک جا خالی که به ما دادید باز تشریف آوردید و سفره دل رو منور فرمودید. قدمتون میمون و مبارک. گرچه که ما امید داشتیم در برنامه پیشین هم شما با همین جرأت و همین توانمندی که الان حاضر هستید در اون برنامه هم حضور به هم میرسوندید. گرچه که اون برنامه خیلی داغ هم بود و عزیزان بیشتر پسندیدند و به خصوص خانم ها برخلاف میل جناب عالی که از قشر بسیار کوچیکی درصد بسیار کوچیکی از خانم ها رو به صورت سنگشون رو به سینه میزنید. ما حرفمون حرف 75% از بانوان محترم هست که ما رو در این مسیر همراهی کردند و طرفدار ما بودند و ما در گود بودیم و اون عزیزان تماشاچی و برامون کف هم زدن، سوتش هم زدن. ولی احساس میکنم که 25% که به فرموده شما من نمایندگی اونها رو به عهده دارم زورشون خیلی بیشتر از اون 75%. نه به هیچ عنوان. اون 25% که شما به صورت سنگشون رو به سینه میزنید اونها افرادی هستند که باز هم برمیگردند. خدا البته ما آرزو نداریم که این اتفاق براشون پیش بیاد. وقتی که در هچل میافتند و موردی براشون پیش میاد و باز یا مطلقه میشن یا در خانهشون یک دختر مونده‌ای ظهور میکنه، اونجاست که اونها هم با ما همگام هستن. یعنی کل قشر جامعه با این مورد مشکل نداره. استاد سلیمانی عزیز اصلا این مورد چی هست؟ مورد یک عرف اجتماعی هست و یک قانون الهی. چون که ما با عرف اجتماعی بیشتر انس داریم تا با قانون الهی، اینجاست که دیگه خلط میکنیم اوراقو و در مقابل عرف اجتماعی کمر خم میکنیم. حالا از موضوع دور نریم. شما به هر حال یه چند وقتی ما رو تنها گذاشتید، ما هم به بزرگواری مثلا بینندگان هم به هر حال به امید است که بینندگان شما رو ببخشند و امید هست که انشالله در آینده شما همچین کارایی نکنید و جا خالی ندید. در هر حال عرض ادب و سلام دارم خدمت شما بینندگان عزیز و حضور میمون جناب استاد بزرگوارمون جناب سلیمانی رو تبریک میگم بار دیگر بر سفره دلشون. در واقع سفره دل از ایشون هست و ما مهمانای ناخوانده این سفره و امید هست که انشالله همونطور که امروز این محفل رو منور کردن در روزهای آتی هم منور کنند. گرچه که انشالله در ایام آتی ما میخواییم که موضوعهای یه مقداری حادتر و یه موضوعی که درد جامعه رو بیشتر لمس میکنه و خیلی از عزیزان خجالت میکشن مطرحشون میکنن روشون نمیشه، مثل این موضوعی که این چند هفته پیش ما رفتیم و امروز هم درش هستیم یا جامعه باش ناآگاه هست. متاسفانه
تو این مباحث در جامعه ما زیاد بهش پرداخته نشده و انشالله با استاد سلیمانی این مسائل رو با هم مرور میکنیم و شاید خداوند متعال بر دست ما و استاد سلیمانی و شما عزیزان گرهی از گره های جامعه رو بکشاید. در خدمت هستم. باذن الله تعالی. به هر حال جناب دکتر عزیز دل ما هستن و همیشه بینندگان عزیز و ارجمند و به هر حال ما شوخی میکنیم با جناب دکتر، ولی به هر حال هر چی باشه ما شاگرد جناب دکتر هستیم و استفاده میکنیم از فرمایشاتشون و از تجاربشون، هرچند که به هر حال بعضی جاها خودشون هم حالا باشه من موضوع رو در خلال صحبت یک صحبتی دارم که باز مطرح میکنم انشالله. و موضوعی رو برای ما شما بینندگان عزیز جناب دکتر در این برنامه در نظر گرفتن که موضوع مهمی است و موضوعی است که به هر حال کمتر شاید کسان عزیزانی که با این موضوع دست و پنجه نرم میکنن و درگیر هستن هم خودشون متوجه این مشکل شده باشن و یعنی به هر حال تجربه که میکنن و احساس میشه، اما شاید انقدر ننشستن تا ریز و درشتش رو بررسی بکنن و این رو بیان و ریشه‌یابی بکنن که از کجا این مشکل ایجاد شده و چرا ایجاد شده و شاید این به یک بحران تبدیل شده باشه در زندگی اون عزیزان و احساس بکنن که اصلا در زندگی مشترک به بنبست رسیدن و یا خدای نکرده دچار مشکلی شدن که نمیشه حلش کرد و جناب دکتر دیگه خودشون آغاز سخن رو به عهده خواهند گرفت در این باب. اهمیت این موضوع استاد سلیمانی عزیز از همین نقطه‌ای هست که شما بهش اشاره فرمودید که احیانا چون ما خود مشکل رو نمیدونیم، باش آشنا نیستیم، طرف سرش درد میکنه، یه مقداری خسته است، نمیدونم یک غذای معینی خورده، یه مقداری گیج هست، چی شده؟ میگن آقا جنی شده، جن گرفتدش، نمیدونم فلان. چون که اصل موضوع که خیلی یک بیماری بسیار جزئی هست و میشد به سادگی رفعش کرد، نمیدونست چی به چی هست. اومد به یک خیالات خودش یک وصفی براش توصیفی درست کرد و خودش رو کشید به یک راه بسیار پرپیچ و خم، زندگیش رو کلاً شاید تباه کنه، از دست بده به خاطر عدم شناخت اون مشکل. واسه همین شناخت مشکل نصفی از حل هست. در خانواده ها چون که یک روندی رو زندگی پیش میبره، یهو میبینن که چی بیچی شد، مثلا گیج بودن، یهو رسیدن به ما چیکار کردیم تا حالا این مدت رو سپری کردیم، به کجا رسیدیم. این باعث میشه که انسان احساس یأس کنه، احساس این کنه که در زندگی شکست خورده. اصل مبنای عدم درست بینش درست از زندگی خیلی وقتها سببش همین هست، چون که بینش درستی از زندگی نداره، اولویت‌های زندگی رو نمیشناسه، ترتیب بندی قضایای زندگی رو نمیدونه. این باعث میشه که مثلا این مثلثی که داره واژگون بشه. مثلا استاد سلیمانی عزیز، اگر من از شما بپرسم در یه خانواده ای که پدر مادر و فرزندان هستن، برای مادر خانواده اولویت این خانه چی هست؟ چی اولویت خانه و این محیط رو داره در چشم مادر؟ من احساس میکنم که فرزندان باشه. فرزندان. حالا ببینید این همون مثلث واژگون هست، یعنی این هست اگه ما این رو اینجوری بذاریم، خب درست گذاشتیم، ثابت هست، هیچ خطری تهدیدش نمیکنه. اما اگر اینجوری گذاشتیم باید قلت بخوره و ما در واقع برخی از موارد رو اینطوری میذاریم تو زندگیمون. همین موردی که شما الان اشاره کردید، از یه مادر وقتی میپرسیم بها میده به فرزندش بیشتر. خب الان از همین مادر بپرسیم که خب الان شوهر برای تو مهمتره یا فرزند؟ میگه فرزند. خب بگیم الان از این معادله ما شوهر رو ورداریم، آیا شما میتونید این فرزندان رو به نحو احسن تنهایی تربیت کنید؟ مشکل نه، مشکله وقتی که فرزندا کوچک باشن، یعنی به سنی نرسیدن که هنوز رو پای خودشون بیستن. پس شوهر مهمتر شد. خب حالا که شوهر مهمتر رو به همین خانم بگیم که آیا
اگر شما یک زن بیمار باشید، صحتتون رو از دست داده باشید، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ میگه که هیچی دیگه، کم کم شوهرم به فکر ازدواج دیگه میفته و من رام میکنه. پس صحتت از شوهرت مهمتره. خب حالا صحتت خوب هست، جسمت ماشاءالله بهترین، اما توازن عقلی نداری، استقرار نداری، همیشه وسوسه داری، همیشه اضطراب داری، اکتئاب داری، همیشه پریشانی. آیا این پریشانی زندگیت رو میسازه؟ عدم توازن، آیا میتونی با این زندگی سپری کنی؟ میگه نه. پس استقرار و نرمال بودن مهمه. این مهمتر از حتی از صحت. خب حالا آیا میشه شما بدون اینی که اهل نماز باشید، اهل قرآن باشید، اهل اطاعت و فرمانبرداری از تعالیم قرآن و خدا و رسولش باشید، آیا امکان داره که شما یک انسان نرمالی باشید؟ یک انسانی باشید که از نظر روحی روانی استقرار داشته باشید؟ امکان نداره. پس در نتیجه اولویت شما چی هست؟ رضایت خداوند هست. یعنی اگه اهل نماز اینا نباشه استقرار نداره. امکان نداره. بله. خب همیشه زندگیش تو وسوسه و نمیدونم چشم به هم چشمی و نمیدونم اون چی گفت و این چی گفت و جن و شیطان و نمیدونم اینجور حرفاست. خب الان پس اولویت اول رضایت الله هست. رضایت الله و فرمانبرداری از تعالیم دین باعث یک استقراری میشه. اهتمام دادن به صحت، رسیدگی به شوهر، رسیدگی به فرزندان، همه اینها اولویت‌های معکوسی بود که ما این مثلث رو چپه گذاشته بودیم واژگون میشد. الان در این خانواده‌ای که همچنین ترتیب درست اولویت‌ها نیست، چه اتفاقی میفته؟ شوهر مشغول کار و زندگی در بیرون از خانه است، نیازهای خانه رو نیازهای مادی خانه رو تامین میکنه. همسر هم خب یکی دو تا سه تا بچه، مواظب بچه ها باش و خونه و بچه و رسیدگی به بچه. خب این یه نقش خیلی خوبی رو ایفا میکنه، این یه نقش درستی رو ایفا میکنه، این یه نقش درستی رو ایفا میکنه، اما این تو یه باغی زندگی میکنه، این تو یه باغی دیگه. این دوتا رابطه این دوتا کجاست؟ خب ما رابطه نقش پدر رو داریم به عنوان یک انسان زحمتکش برای تأمین نیازهای خانه. بله. نقش مادر رو داریم به عنوان یک زن زحمتکش در تربیت فرزندان و اداره خانه. خب مشکل کجاست؟ مشکل این دوتا لینکشون، این دوتا چه رابطه‌ای با هم دارن؟ یعنی سوای این که مادر مادره و پدر پدره، الان اینا دوتا همسر هم هستن. همسر هستن. اما وقتی که گم میشن، مادره اینجا خودش رو مشغول کرده، احساس کرده که اولویت فرزندان هستن. پدر هم که نیاز داره به مادر، به همسر نیاز داره، یهو به خودش میاد. جنجال زندگی کمرنگتر شد، اون شلوغی میدان بازی کمرنگتر شد. بازی مثل بازی فوتبال هست، اولش که میاد دیگه هر کسی دنبال اینه که جای خودش رو بگیره و توپو نمیدونم پاسش و فلانش. اما خب یه 5 دقیقه 10 دقیقه 20 دقیقه از بازی گذشت دیگه، الان همه میبینن که آقا من آیا جای درستی ایستادم یا نه. اینه که شوهر میاد میبینه که خب خود فضای خانواده اون شلوغی رو نداره، بچه ها بزرگ شدن، بیشتر وقتشون بیرونه، بله. تو مدرسه‌ن. خب شوهر میاد همسری رو که اون همسری که همیشه فداش میشد و کنارش بود و نداره. یه همسر خسته است، همسری هست که یک عمری ازش سپری شده، زیاد تمایلی به روابط عاطفیش کمتر شده، وقتش رو نداره، خودش رو مشغول کرده به زندگی و اینا. شوهر فکر میکنه که آیا من در اختیار این زن موفق بودم یا نه. یعنی الان ما چند سال از زندگی سپری شده و حتی فرزنده هم هستن، بعد از گذر چندین سال از زندگی، شاید 15-20 سال از زندگی، الان این احساس ایجاد میشه. این احساس ایجاد میشه که شوهره میبینه که من چیزی چندم نیست، من آیا تو زندگی موفق بودم یا نه. به خصوص وقتی که خودش رو مقایسه میکنه با دیگران که آقا من از این زندگی به من چه رسیده.
به من چی رسید یعنی چی؟ چی میخواست بهش برسه؟ یعنی میخواست که مثلا اون زنی که همیشه در کنارش بود اون زن رو داشته باشه. بله. خب الان خودش هم یه مقداری عمری ازش گذشته، یادش میاد که اون وقتهای جوونی چقدر دخترها بهش نگاه میکردن. الان آیا اون جوونی هنوز هست یا نیست؟ در حالی که میبینه که این زنی که اونقدر بهش جون میداد و به اصطلاح براش فدایت میشد الان فداش نیست. الان اصلا صداش میکنه به زور حرکت میکنه. احساس میکنه رابطه سرد شده. رابطه سرد شده چون که اون نیازهاش رو زنش نمیتونه برآورده کنه. زن هم پا به پیری گذاشته. شاید مثلا حتی تغییر و تحولات جسمی که توش به وجود میاد اونها خب بر روند حرکت و رفتارش هم تاثیر میذاره. حالا مثلا نیاز فقط روحی است یا بحث جسمی است یا نه بحث نیاز روحی هم هست؟ ما وقتی که به اصطلاح میگیم نیازهای عاطفی ببینید اصلا طرف چرا ازدواج کرد؟ یکی از مهرها و یکی از انگیزه های ازدواج نیاز عاطفی هست که نیاز عاطفیش یک پکیج مهمش نیازهای جنسی هست. خب الان این نیازهای جنسی در مرد همچنان قدرت خودش رو داره، استمراریت داره، پررنگ هست. در زن کم رنگ تر شده، به خصوص اگر زن به اصطلاح رسیده باشه به مرحله به اصطلاح سن امید. حالا ما بهش میگیم سن امید، بهتر از این سن یائسگی که به اصطلاح یأس و ناامیدی بهش میگن. الان ما دوره صحبت ما میان سالی است. در همین میان سالی است. خب حالا هر چه زن به این مرحله نزدیکتر میشه خب نیازهای جنسیش کم رنگتر میشه، اما میتونه نیازهای عاطفی رو همچنان پررنگ نگه داره تا شوهرش رو از دست نده. و این مورد نه تنها در مردا به وجود میاد، حتی در خانم ها، به خصوص اون خانم هایی که یه مقداری حس مردانگی توشون پررنگ تره. یعنی خانم هایی که مثلا مرد صفتن. به چرا مرد صفتن؟ مثلا تأخیر کردن در ازدواج. خب چون که تأخیر کردن در ازدواجشون دیر اومده، 30 سالگی مثلا ازدواج کرده، بعد از 30 سال ازدواج کرده، این خانم از 18 سالگی نیاز به ازدواج داشته، تا 30 سالگی اینو تحمل کرده، دوری رو تحمل کرده. حالا بهانش هرچی بوده، درس بوده، کار بوده، نمیدونم شوهر پیدا نکرده، هرچی بوده. حالا این یه مقدار زمان طولانی رو عادت کرده، تونسته بدون شوهرم زندگی کنه. الان اومده ازدواج کرده، رسیده مثلا به سن 40 سالگی و این مرحله ای هست که احساس میکنه که الان من فایدم، وجودم تو این خانه به چه معناست؟ بچه که نمیتونم بیارم، به سن یأس یا به سن امید هم که رسیدم، دیگه من اینجا بچه ها هم به من نیازی چندانی ندارند، ازدواج کردند رفتند، یا همه هرکی که به اصطلاح تو دانشگاهش، تو مدرسهش، حتی رفتند خوابگاه ها، زیاد اصلا تو خونه وجودشون زیاد نیست. بله. خب احساس میکنه که من پس اینجا چیکار هستم؟ آیا خود همین زن براش 2 سوال مطرح میشه. این سوال ها هر جا که مطرح شد یعنی بحران وجود داره. این سوالی که در ذهن زن مطرح میشه که آیا من با این در این زندگی خوشبخت هستم یا نه. سوال دوم، آیا این مردی که من باش ازدواج کردم مرد ایدئال هست؟ الان بعد از 20-25 سال آیا من بهتر از اینو نمیتونم پیدا کنم؟ خب همینی که فکر بهتر از اون. ببینید این زن، چون که این به اصطلاح محیط زن یه محیط بسته تری هست، فضایی که زن میتونه سخن بگه یه فضایی هست که پر از هر طرف فضای به اصطلاح فضای تربیتی و فرهنگی ما که یک فضای حیا و غیرت و حشمت هست. این باعث میشه که زن نتونه این حرفش رو بزنه. اما اگر محیط پیدا کرد، اگر این زن مثلا دوستانی داشت که مطلقند، دوستانی داشت که بیوند،
و سر پای خودشون ایستادن، با اونا رفت و آمد میکنه، وقتش هم باز هست، ارزش‌های اخلاقی و ایمانی در خودش در محیطش کمرنگ هست. اینجا میاد میگه که من گول خوردم، پس من چرا خودم رو با این مرد نگه دارم؟ من میتونم تنهایی زندگی کنم. ببینید فلانی زندگی میکنه خیلی خوشبخته، چون فلانی رو کجا میبینه؟ فلانی رو در دید و بازدیدها میبینه که تو دید و بازدیدها هم که به خصوص خانم ها پوز دادن و دروغ گفتن که این به اصطلاح خیلی عادی هست. اون توی نمیاد بگه که من چه بحرانی تو خونه دارم، تنهایی دارم زندگی میکنم. چه زن بیوه یا زن مطلقه نمیاد بگه که من چه خاکی به سر خودم ریختم و میتونستم با همون شوهر بد بسازم و به این نه، اون که میاد میگه پوز میده که من میخواد کم نیاره دیگه، شخصیت خودش حفظ میکنه طبیعتا. این باز اینو گول میزنه. در عین حال اینا شدن چی؟ شیطان‌ها یا محرک‌های انسانی. وسوسه‌های داخلی هم نقش خودش رو بازی میکنه. اینجاست که زن میاد میبینیم که زنهای 50 ساله، زنهای 40 ساله که اینجا نیازشون به محیط خانوادگی باید بیشتر میبود، میان درخواست طلاق میدن. به این اتفاق برای مردم میفته؟ برای مرد بیشتر میفته. برای خانم ها چون که ببینید این یک ضربه هست، مثل یه ضربه چکشی که به سر آدم میخوره، شوک وارد یه شوک وارد میشه، گیج میشه. در این مدت گیجی اگر نتونستیم این زن رو نگه داریم یا این مرد رو کنترلش کنیم، محیط فضایی که اطراف هست نتونستن بهش کمک کنن، اینه که از جاده میره بیرون. اگر تونستیم، حالا این برای افراد مختلف است، برای بعضیا در 6 ماه خب یه آدم فقط جواب این 2 سوال رو برای زن دادید، تو ذهنش این مسئله رو حل کردید، مشکلش برطرف میشه. اینی که این زن بیاد مثلا اون چیزی که به دست آورده رو ببینه، نعمت‌ها رو ببینه، اون چیزی که از دست داده رو زیاد پررنگ نکنه. یعنی چی؟ یعنی جوونیشو از دست داده، اون زیبایی که داشت از دست داده، خب الان شده پژمرده، حتی شوهرش هم زیاد بهش تمایل نداره، شاید شوهرش هم بهش بگه پیرزن. خب اما در عین حال چی به دست آورده؟ مادریت به دست آورده، تجربه زندگی به دست آورده، حتی اگر مادر هم نباشه. همه زنهای اطرافی در کوچیک و بزرگ ازش مشوره میگیرن که تجربات، به خصوص اگر خانمایی که بچه دار نشدند یا نمیشن، اونها باید این فراغ یا این جای خالی بچه رو باید با چی پر کنن؟ باید با فعالیت‌های اجتماعی دیگر. فن و فود، از هر انگشتش 100 تا هنر میباره. خب همه دخترها و کوچیک و بزرگ اطراف میان بهش نیازمند هستن، وقتش به چیزای مفید پر میشه. حالا وقتی که میای این رو بهش میگی که نه، تو درسته که جوانیت رو از دست دادی، اما دست ندادی، جوانیت رو فروختی، چیزی با ارزشتر از جوانی به دست آوردی. زندگی داری، هیچی که نداری، شوهر داری. چقدر از زنها هستن که همین شوهر رو هم ندارن. پس محیطی که تو داری یه محیط پرباری هست. پس اینجا احساس میکنه پس من خوشبختم. خب آیا این انتخاب من درست بود؟ این شوهری که انتخاب کردم درست بود؟ بهش وقتی تونستی بهش برسونی، حالا مستقیم یا غیر مستقیم، این زن اگر بتونه یک محیط اجتماعی درستی رو پیدا کنه، یک درد، یک انسان دلسوزی در کناری داشته باشه، مشکلش زود حل میشه. بهش میرسونه که بابا این شوهر درسته که عیب و ایراده هایی داره، اما خوبی هاشو ببین. اگر 2 تا بدی داره 200 تا خوبی داره، تو چرا این 2 تا رو دیدی و این 200 رو ندیدی؟ ببین شوهرهای دیگه چطورن؟ 200 تا بدی دارن، 2 تا خوبی ندارن، زناشون در کنارشون چطور ایستادن. بحران زن به همین سادگی کنار میره. خب این زن در مقابل مرد خب اومد، این شوک بهش وارد شد، این مسئله براش پیش اومد. این شوک چه موقعی وارد میشه؟ این وقتیه که
این کشتی خانواده از طوفان‌ها نجات پیدا کرده، در یک حالت استقراری هست. الان شوهر زن میخواد، اما در کنارش زن رو نمیبینه. در کنارش کی رو میبینه؟ در کنارش مادر بچه‌اش رو میبینه که وظیفه زن رو براش ادا نمیکنه. واسه همینه که ما میکنیم نقش مادری داره. نقش مادری داره. ببینید ما همینه که نمیدونیم چطور زندگی کنیم، به این بحران وارد میشیم. ببینید خداوند متعال که انسان رو خلق کرده، این انسان رو برای زن و مرد ببین چه برنامه‌ای گذاشته. برنامه اخلاقی. آقا بچه ها وقتی میرن پیش زن بشه مادر، پدر و مادر از جانب خدا سه وقت دارن که در این 3 وقت تعطیلیشون هست، وقت استراحت هست، زنگ تفریح هست. من قبل صلاة الفجر و حین تضعون ثيابكم من الظهيرة و من بعد صلاة العشاء. و من بعد صلاة العشاء. حتی الله متعال این اوقات رو در آیه قرآنی خاص صراحتاً اشاره میکنه بهش. این 3 وقت برای کی هست؟ خاص پدر و مادره. برای کدوم بچه؟ اونایی که زندگی میکنن با پدر و مادرشون. خدا میگه برای اون بچه‌هایی که هنوز به سن بلوغ نرسیدن. یعنی بچه 3 ساله، بچه نمیدونم 9 ساله 10 ساله حق نداره وارد اتاق پدر مادرش بشه مگر با اجازه. در این 3 وقت در این 3 وقت قبل از نماز صبح، قبل از نماز صبح، وقت ظهر، بعد از نماز عشا. یعنی 3 وقت زنگ تفریح هست. این زنگ تفریح یعنی چی؟ یعنی این دو بسا پدر مادر با همن. بچهای بزرگ چی؟ بچهای بزرگ مثل بیگانه در 24 ساعت باید وقت اجازه بگیرن. حریم خصوصی پدر مادر باید رعایت بشه. حریم خصوصی باید رعایت بشه. پس یک فضای خصوصی در خانواده همیشه باید باشه. و ما این رو فطرتاً نیازش رو احساس کردیم. وقتی میایم خونه رو درست میکنیم اتاقش میکنیم. چه نیازی پس هست اگر قرار نیست که اگر قرار همه درها باز باشه؟ یه دری دم در خونه میذاریم تموم شد. چرا ما این همه هزینه میکنیم برای هر اتاقی یه در میذاریم؟ اون دراش هم قفل میذاریم. خب این قفل اگر استفاده نداره چرا گذاشتیم؟ اگر این در قرار نیست که استفاده بشه، اجازه گرفته بشه، چرا گذاشتیم؟ خب پس ما فطرتاً این رو احساس میکنیم اما عملاً گمش میکنیم، احساسش نمیکنیم. این باعث میشه که شوهر فکر میکنه که انتخاب زنش درست نبود و شوهر الان پا گذاشته به پیری. الان کم کم دیگه موی سفیدی این ور اون ور سبز میشه. خب اینجاست که دیگه میخواد بدونه آیا هنوز همچنان تو چشم زنها جا داره یا نداره. این یه چیزی که هر مردی در پیش هست. یعنی اینی که یک شوهر میاد داخل این بحران قرار میگیره، این به معنای این نیست که زنش کوتاهی کرده. و این به معنای این نیست که زنش بده. معناش چیه؟ به معنای این هم نیست که زنش رو دوست نداره. این برای من جای سوال جواب بده. حالا این جواب سوال چون هر دوتاش مرتبط به هم خواهد بود. چرا الان این احساس ایجاد میشه؟ الان اینا 20 سال 25 30 سال با هم زندگی کردن. تا الان شاید خانم هم این فکر رو نمی‌کرد، آقا هم این فکر رو نمی‌کرد. شما میفرمایید وقتی که الان این بحران ایجاد میشه، حتی مردم وقتی که این بحران دچار میشه با این بحران، بی معنی نیست که خانمش کوتاهی کرده، خانمشون رو دوست نداره، خانمش خانم خوبی نبوده. پس خب چرا اگر همه اینها خوب بوده و همه چیز سر جاش هست، خانم نسبت با آقا تا به حالش مشکلی نداشت، چرا الان، یعنی بعد از 20 سال که نباید دیگه اصلا تصورشو کرد که این صحبت مطرح بشه، چرا یک دفعه بحث از بحران میشه، سردی رابطه، تا حدی که طرف روی این موضوع داره فکر میکنه که آیا من اصلا موفق بودم در انتخابم بعد از 30 سال، بعد از اینکه بچه‌ها رفتن سر زندگیشون؟ اینه که این مرد این یک در واقع یک تغییر و تحولی هست که در خود فرد به وجود میاد.
خداوند متعال ما رو چطور خلق کرد؟ الله الذی خلقکم من ضعف. بعد از خداوند شما رو از یک ناتوانی، یک ضعف، در یک ضعف آفرید. ثم من بعد ضعف قوه. بعد از این ضعف و ناتوانی به شما توانایی داد. یعنی کودکی، بعدش جوانی، بعد از جوانی پیری. خب من بعد قوت ضعفا و شیبه، ناتوانی و پیری. خب پس ما یک تغییر و تحولاتی رو داریم در مسیر زندگی، یعنی یک قطاری داریم قطار زندگی حرکت میکنه. کودکی هست، جوانی هست. در بین کودکی و جوانی یه مرحله رو طی میکنیم، مرحله نوجوانی. این مرحله نوجوانی مرحله ترانزیتی هست، انتقاله. خب مثل شما سفر میرید تهران زاهدان، ترانزیتت مشهد. تهران استقرار داری، زاهدان هم میرسی خیالت راحته، به هدف رسیدی. اما این 2 ساعتی رو که تو مشهد هستی مسافری و هی پریشان، وسایلم کجاست، کجا برسم. باید اگر روند درست رو طی نکنی میری جایی که اصلا سفر میره به کرمان، میبینی که رفتی کرمان نرفتی زاهدان. خب پس این یه مرحله جنجالی هست، مرحله نوجوانی. یک نوع تغییر و تحولات هورمونی در جسم انسان به وجود میاد، انسان خودش رو دوباره کشف میکنه. بعد از جوانی میاد به مرحله پیری که میفته. در این میان مرحله میان سالی هست، یعنی دوباره یک تغییر و تحولی هست که این در واقع یک شناخت شخصیتی خود فرد هست. واسه همین عمر 40 سالگی خیلی عمر مهمی هست. حتی در قرآن کریم ذکرش میاد بلغ 40 سنة رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی و علی والدی. و خدا به من توفیق این رو بده که شکر نعمت هایی که به من و به پدر و مادرم، به گذشتگانم دادی رو انجام بدم. و ان اعمل صالحا ترضاه، یعنی یک دیدی به عقب داره، شکرگزار، راضی به قضای الهی است، و یک دیدی به جلو داره که ادامه بده به برای رسیدن به هدف. در این مرحله 40 سالگی، چون که در بعضی از خانواده‌ها، این برای همه نیست، برای اونهایی که ارزش‌های اخلاقی دینی درشون ضعیف هست، مشکلات به اصطلاح خانوادگی یا این رابطه صمیمیت خانوادگی کم رنگ‌تر هست. خب پس این فرد مال همه نیست، این بحران این برای همه پیش نمیاد. برای اونایی پیش میاد که فضا رو براش درست کردن، اونایی که اولویت‌های زندگیش رو درست انتخاب نکردن. خب الان این فرد همونطور گفتم، یا احیانا کوتاهی‌های زن به این کار کمک میکنه. مثلا کسی که همسرش کارمند هست، خب در ابتدای زندگی براش خیلی کلاس بود، زنم کار میکنه، ما کار میکنیم، خونه رو 2 موتوری میچرخونیم، وضعمون خوبه. خب 2 موتوری چرخوندن، خونه خریدن، ماشین خریدن، استقرار شد. اما مرد نوکر که نمیخواست. وقتی ازدواج کرد نرفت بازار یه نوکری واسه خودش بخره، کارمند نخواست. رفت کی رو خواست؟ یه زن گرفت. الان احساس میکنه من زن ندارم، یک کارمند خونه دارم. این یه مشکلی هست. یا همونطور که هم گفتم، یا نه اصلا مرد این بی‌معنا نیست که از زندگیش ناراضه، از زندگیش راضی هست، از همسرش راضی هست، فضا خوبه. اما چون که این بحران تو اومده، این نوجوانی متأخر، دوباره ازدواج شده، عشق نامتعارف براش سبز شده، سر پیری و معرکه گیری، این اومده میگه که آیا من هنوز مرغوبیت قدیمو دارم؟ هنوز دخترها با اون چشمی به من نگاه میکنن یا نه؟ میخواد تجربه کنه که الان خودش رو میدونه، تو چشم زینب خانم همسرش خودش رو میشناسه، راضی هم هست. اما الان ژاله خانم به من چطوری نگاه میکنه، مریم چطور نگاه میکنه، نمیدونم اون همکاره چطور نگاه میکنه، اون دختر دانشجویی چطور منو میبینه، اون میبینیم طرف 50 سالشه
عاشق یه دختری شده 20 ساله. این یه بحران الان. این چرا اینجا اومد؟ چرا رفت؟ یه بحران است. این همون نوجوانی که الان فعال شده این رو کشونده به چی؟ به این عشق. بده یا خوبه؟ این یک طبیعته، یه فطرته. یه فطرت نادرستی رو این طی کرده، به این رسیده. حالا ما اینو نمیتونیم بگیم بده یا خوبه، چون ما نمیتونیم جلوشو بگیریم. یعنی یک حکایتی که اتفاق افتادن، یک چیزی که یه واقعیت موجود است. الان این میتونه خوب روندش رو درست پیش بره، میتونه نره. مثل یک بیماری. حالا این بیماری نیست، یه نوع بحران هست، یه نوع تغییر تحول هست، یه مرحله هست. حالا مثلا چه اتفاقی اینجا میفته؟ طرف چون که زندگیش رو دوست داره، نمیخواد این رو به هم بزنه، حالا دنبال یه بهانه‌گیری میکنه و یه مقداری خودش رابطه رو میخواد سرتر کنه تا برای خودش بهانه درست کنه. و میبینیم پشت سر رفته ازدواجش رو کرده، میخواد مقدمه سازی کنه برای اون ازدواج. این فقط این یک جنجالی میذاره تا اگر یه روزی کشف شد که به اصطلاح ازدواج دیگه ای کرده، جواب حرفی برای گفتن داشته باشه، دستش پر باشه. یا نه رو میکنه، قضیه رو میکنه، میاد ازدواج میکنه و هرچی شد. الان ما چیکار میتونیم اینجا بکنیم؟ این اگر اجازه بده نگه داریم اینجا، میام برنامه ببینیم، برگردیم ان چون موضوع باز کش پیدا خواهد کرد. ممنون شما بینندگان عزیز، میام برنامه میبینیم، برمیگردیم با این موضوع همچنان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. سردی رابطه در میان سالی بین زن و شوهر بعد از یک عمری زندگی، اگر خدای نکرده برخی دچار این سردی رابطه شدن، چه مرد احساس کرد که این رابطه سرد شده و یا خانمی احساس میکنه از طرف مردش این سردی رابطه صورت گرفته، چه کار باید کرد و راه حل ها چه خواهد بود و چه صفاتی به ما این شناخت رو میده و چگونه بشناسیم که اصلا مرد دچار این، چطوری خانمی متوجه بشه آقاش دچار این بحران شده و چطوری آقای متوجه بشه که خانمش دچار این بحران شده. ان شاء الله بعد از میان برنامه بیشتر در این باب صحبت خواهیم کرد. با ما باشید. هي زوجتي عنوانها عنواني وحبيبتي بستانها بستاني ورفيقة العمر الذي أيامه في بيتها أزكى من الريحان هي زوجتي عنوانها عنواني وحبيبتي بستانها بستاني ورفيقة العمر الذي أيامه في بيتها أزكى من الريحان هي أم أبنائي وروضة مهجتي وشريكتي في الفرح والأحزان هي من إذا مل الفؤاد رأيتها زهرا جديدا يانع الألوان وإذا اشتكيت من الصعاب وجدتها سهلا مريحا لين الأركان وإذا أتيت من الظهيرة متعبا كانت كأنفاس النسيم الحاني في وجهها أمل وملء عيونها هي نعمة الرحمن يا إخواني
نمشي على درب السلام وفي يدي يدها فتشعرني بكل أماني. في وجهها أمل وملء عيونها هي نعمة الرحمن يا إخواني. نمشي على درب السلام وفي يدي يدها فتشعرني بكل أماني. هي أم أبنائي وروضة مهجتي وشريكتي في الفرح والأحزان. هي من إذا مل الفؤاد رأيتها زهرا جديدا يانع الألوان. وإذا اشتكيت من الصعاب وجدتها سهلا مريحا لين الأركان. وإذا أتيت من الظهيرة متعبا كانت كأنفاس النسيم الحاني. يا رب فاملأ بالمحبة بيتنا والود والإخلاص والإيمان. بعد سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، همچنان در خدمت شما خوبان و سروران هستیم و جناب دکتر نور محمد عمرای عزیز و موضوع برنامه امروز ما که بحث سردی رابطه در بین زوجهای میان سال هست. جناب دکتر اشاره فرمودن در بخش اول برنامه به ایجاد این بحران در بعضی از خانواده ها بین زن و شوهری که زیاد التزام و پایبندی به دین ندارن و زیاد رابطه عاطفی گرمی هم با هم شاید نداشتن. و الان خصوص موضوع بسیار مهمی که همیشه ما تاکید داریم در بحث سفره دل و موضوعاتی که مرتبط است، بحث التزام به دین و پایبندی به دین، که بدون شک هر چقدر این پایبندی و التزام بیشتر باشه پایبندی دو طرف به هم بیشتر خواهد شد و خانواده استحکام بیشتری داره. هرچند که شاید برخی از عزیزان بگن که با وجود این که فلانی پایبند به دین هم هست اما اخلاقش مناسب نیست یا رعایت نمیکنه حقوق رو، اگر این آدم با وجود این که الان مشکلاتی داره، اگر این که پایبند به دین هم هست، حالا به هر حال دین تنها بحث نماز و روزه و زکات نیست، نمیشه گفت اصلا این آقا کاملا التزام به دین داره، اما در عرف اجتماعی ما کسی که نمازش میخونه، روزش رو میگیره و التزام ظاهری رو داره، حالا گفته میشه که ملتزم به دین هست. همین آدم اگر این التزام رو نداشت خیلی بدتر از این بود. حداقلش اینه که الان هم اگر با وجود این التزام های ظاهری که داره باز هم دچار مشکل در زندگی است، اگر این التزام ها نبود که شاید اصلا تا حالا زندگی هم نبود و از هم میپاشید. موضوع بحث التزام به دین برها تجربه است که هم عزیزان دارن و نیازی به بازیابیش و دوباره تکرار کردنش نخواهد بود. بحثی است که در میان سالی وقتی که یک همسر احساس میکنه که نسبت به همسر خودش حالا به هر حال رابطه سرد شده و میاد و بررسی میکنه که آیا من انتخاب سالمی داشتم، چی به دست آوردم از این زندگی، خانم و یا مرد این احساس رو میکنه که حالا
آیا هنوز هم در چشم دیگران خریداری داره یا نه؟ با این موضوع صحبت میکنیم و جناب دکتر برمیگردیم خدمت شما. جناب دکتر، من ممنون از لطفتون بابت چای. یه نقطه اینجا لازمه که بهش اشاره کنم که شما فرمودید پایبندی به دین. ببینید، یک پایبندی ظاهری ما به دین داریم که همون نماز و روزه و نمیدونم شکل و شمایل طرف هست، اما اون چیزی که از این مهمتره اون باورهاست. یک موردی هست ایمان به قضا و قدر الهی، بله، و یه موردی هست رضایت به این تقدیر الهی. این احساس رضایت این مشکل رو برطرف میکنه. وقتی که طرف میاد میگه که آیا این اختیاری که انجام دادم، این خانومی که باش ازدواج کردم یا این شوهری که انتخاب کردم، آیا بهتر از این گیرم نمی اومد؟ آیا الان فرصتش نیست که بهتر از این گیرم بیاد؟ آیا این فرصت نیست که من دوباره زندگی جدیدی رو تجربه کنم؟ وقتی که میدونه که ما اصابک لم یکن لیخطئک و ما اخطأک لم یکن لیصیبک، اون چیزی که بهت رسید این باید صورت میگرفت، و اون چیزی که از دست دادی فلانی میخواست خواستگاری من بیاد، نه، اما چون که این اومد، خب پدر مادرم ترسیدن که نکنه که اون نیاد، یا خبر نداشتند یا اینو بیشتر پسندیدن، اما اونو ببین موفق تر بود تو زندگیش. خب این با این وسوسه ها، این پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم به ما یک چیز خیلی خوبی یاد میدن که شاید اگر این کلید شیطان هست، اگر رو بندازید دور، اگر چنین میکردم چنین میشد، خب نه اینجورین کردی نه اینجورین شد، این وسوسه ها رو باید گذاشت کنار. ما الان وقتی حرف میزنیم در واقع ما چی میگیم؟ ما کلید میدیم دست زن و شوهر. این کلید رو نمیدیم که در خودشون رو وا کنن، این کلید رو میدیم که در روبرویی رو باز کنن. به مرده میگیم که چطور وارد همسرش بشه، به همسرش میگیم که چطور وارد زنش بشه، چطور هم دیگر بیشتر درک بکنن، بفهمن، چطور هم دیگر رو بفهمند و چطور بتونن در کنار هم. الان اگر یه مردی میدونه که زن دچار این بحران میشه، وقتی که همچنین سلوکی رو میبینه، این بحران رو مثلا در زنش میبینه، چطور تشخیص میده؟ چطور تشخیص بده؟ بذاریم روش این بحث صحبت کنیم. گرچه ما بحث راه حل ها رو من گفتم یک مقداری به تأخیر بندازیم، همین موضوعی که شما الان اشاره فرمودید، بحث از یک بحرانی است، یک رابطه سردی است که تبعات خطرناکی هم خواهد داشت اگر این بحران کنترل نشه. با توجه به اینکه به هر حال هر دو طرف وقتی که به هم شک میکنن یا میان سرد میشه رابطه، شبیه‌اً تمایل به شخص دیگری شاید پیدا بشه و این بنیان خانواده رو به خطر میاندازه. الان یک نفر دچار این بحران شده، حالا مرد یا زن، چطوری طرف مقابل تشخیص بده؟ اجازه بدید حالا مثلا از زن شروع بکنیم. اگر زنی دچار بحران بشه، چه صفاتی در او ایجاد خواهد شد؟ چه رفتارهایی رو من شوهر، من نوعی ببینم، احساس بکنم که مثلا همسرم الان در این شرایط قرار گرفته و چی کار باید بکنم؟ حالا زن وقتی مثلا در این بحران قرار میگیره، نمیخواد قبول کنه که عمری ازش سپری شده. خیلی وقتا میشینیم که نشستی بودیم، خانم میاد تعریف میکنه، نشستی بودیم خونه فلانی، من و حالا 10 تا دختر داره، خب میگه فلانی اومد، دختر بزرگم رو که دید از من پرسید که این خواهر کوچیک‌ترته یا خواهر از تو بزرگتره؟ چه خانایی میکنن خانم‌ها بعضی وقتا که فقط میخواد بگه که من هنوز تو چشم مردم جوونم. خب این مشکلی که تو بحث میان ساله نیست. الان از هر دختر خانمی که هنوز 20 سالش هم نیست، 25 سالش هم هست، بپرسی چند سالته، میگه حالا 20 سال و چند ماه، 18 سال و چند ماه، حالا اون چند ماهش معلوم نیست چند صد ماه هست. این بحث دیگه است. این که همه خانم‌ها غالبا با عرض پوزش به حال از همه خواهران یعنی غالبا میشنویم همیشه میخوان سنشون رو بیارن پایین. این در یه مرحله چیز طبیعی است در به اصطلاح جوانی، اما یه زنی که پیر هست و هی سعی میکنه که این پیر رو گمش کنه، یعنی کسی که در میان سالی قرار گرفته و خب طبیعتا همه میدونن که دنبال اینه که به اصطلاح موهاشو هر روز
رنگ میکنه، یک کمک سفیدی اومد که دیده شد دیگه داد و فریادش هوا میره. کسی بهش گفت خاله بهش برمیخوره یا مثلا خودش رو یه جوری آرایش میکنه که در شأن این عمر نیست. آرایش دخترای 20 ساله رو میکنه. مثلا آرایش کردن به خودی خودش عیب نیست، اما وقتی عیبش کجاست؟ عیبش وقتیه که شخصیت خودش رو تو این آرایش ببینه. مثلا زنیه یهو مهمون اومد بدون خبر، دیگه این دست و پاش رو گم میکنه. چرا؟ چون همیشه با یه آرایش معینی جلوی این افرادی که میخوان بیان، این خانواده ظاهر میشد. الان برای رسیدن به اون آرایش 2 ساعت وقت نیاز داره. اینا اومدن، الان اینا یه کسی دیگه رو خواهند دید. پس این شخصیتش رو پنهان کرده بود پشت این آرایشه. شخصیتش رو تو این میدید. این پس یه نوع بحرانه، مشکل است که این خودش رو گم کرده. خب اینی که مثلا خانم ها میان سعی میکنن هر جا در پیش خود شوهرش، این حرفو که خانم میزنه پیش کی میزنه؟ پیش کسی که عمرش رو میدونه. میاد پیش شوهرش میگه که نمیدونم وقتی که فلانی منو دید، خب ازم پرسید شما ازدواج کردید یا نه؟ گفتم من 7 بچه دارم. گفت اصلا بهت نمیاد، فکرم دختری. این کل این حکایت رو واسه چی گفت؟ که به شوهرش برسونه که من هنوز هستم تو میدون هستم، یعنی هنوز. وای بالت اگه به فکر کسی دیگه ای باشی. خب به این صورت میخواد که به اصطلاح اون شخصیت خودش رو، یا مثلا میبینی سر پیری و معرکه گیری 40 ساله است، 45 ساله، دیپلم گرفته سال حضرت فلان، خب دهه 30 دیپلم گرفته، الان میگه که من باید دانشگاه برم. خب میره کنکور رو نمیدونم دانشگاه و آزاد و فلان. چرا؟ چون احساس میکنه که من بیفایده شدم. به خصوص این برای خانم‌هایی به وجود میاد که یا فرزند ندارن یا گول یک بازی رو خوردن که فرزند کمتر زندگی بهتر. 2-3 فرزند آوردن. شما میشنوید خانومی هست 40-45 سالشه، 50 سالشه، تو 25 سالگی بهش گفته بودن که نکنه بچه بیاری، حالا 3 بچه آورده، میترسه که بچه بیشتر رفته رحمش رو برداشته. حالا شما میگید 3 طرف یکی داره یا یکی داره و تموم کرده. چرا؟ چون گفتن که زندگی بچه کمتر زندگی بهتر. الان با فاجعه روبرو هست. فاجعه چیه؟ فاجعه اینه که ببینید خداوند متعال وقتی که زندگی زنای شیوعی رو و توصیفش کرد چی گفت؟ نساؤکم حرث لکم. انگار که یک باغبانی داریم با یک زمین. حالا این باغبانه اومد زمین رو آبادش کنه. بله. یه درخت کاشت. این درخته بزرگ شده، رفته، حتی سایش روی زمین همسایه میفته. کل این زمین هم یک درخت بی مصرفه. این خود این زمین این زمین اسمشو چی میذاریم؟ هر کی میاد میگه این زمینه شوره‌زاری هست، این زمین بیفایده هست. آقا چرا اینجا ساختمان نمیزنیم؟ ساختمان نمیزنیم این چی؟ یعنی چرا خونه دیگه اینجا درست نمیکنیم؟ اینجاست که دیگه مرد خود زن احساس پوچی میکنه. احساس اینه که من الان نقش من چی هست؟ تو این زندگی بچه‌ها رفتن دنبال زن و بچه‌های خودشون، دنبال درس و مشق خودشون. من تو یک زندگی قرار دارم که احساس پوچی میکنه. اینجا هیچ گونه ارزش‌های اخلاقی نیست که اون رو کنترلش کنه. شاید هم ارزش‌های اخلاقی و ارزش‌های ایمانی هم باشه، اما اون وسوسه شیطانی نمیذاره. اون دیگه چی فکر میکنه که مثلا اگر یک شوهری پیدا میشدی، شوهری بهتری، نمیدونم فلانی. چرا ما درصد خیلی بالایی طلاق در بعد از 50 سالگی داریم؟ بعد از 50 خیلی درصد بالای طلاق داریم و بیشتر این طلاق ها زنها درخواست طلاق میدن، نه مردا. چون مرد وقتی که ببین وارد این بحران میشه، اونم نمیخواد که
پیریش رو جلوه بده. خب مردی هست در کنار خودش اون زنی که میخواد رو جوابگوی خواسته هاش باشه رو نداره، تنها خواسته های جنسیش نه، کل خواسته های عاطفیش. این زن مثلا نیاز به چی داشت؟ نیاز به چند جمله خوب عاشقانه فداچم از مرد داشت. مرد بخیلی میکنه این جملات رو بیش نمیده. چرا؟ چون احساس میکنه که باش نیست، در کنارش نیست، مشغولیتاش چیزی دیگه است. خودش در عین حال میخواد که خودش رو تو چشم زنای دیگه ببینه که من کجای کار هستم، زنای دیگه چطور بهش نگاه میکنن، چطور بهش بها میدن. خب در عین حال اون هم نمیخواد که پیری رو قبول کنه. میبینیم همین مرده تا 40 سالگی اصلا نمیدونه فوتبال یعنی چی. الان کدوم باشگاه خوبی سراغ داری؟ هر روز میره شنا، هر روز میره باشگاه، هر روز میره چی، سر پیری و معرکه گیری. الان خانمش سر بحث رنگ کردن مو مسابقه میذاره، قضیه رنگ کردن مو، قضیه لباسی که میپوشه. لباسی میپوشه که به اصطلاح عیب نیست لباس پوشیدن، اما یه لباسی میپوشه که در شأن یا عرف اجتماعی این رو مال این عمر نمیدونه، به این سن نمیخوره، نمیدونم چی هر جا میره سپورت میپوشه و نمیدونم دو چرخ سواری و نمیدونم عینکای فلان و این حرکت ها رو میکنه که چی؟ هنوز میخواد بگه که من هستم، جوونم. در این حال یک نیازهای جنسی هم که داره، نیازهای غیر از نیازهای عاطفی شخصیتی و نمیدونم گفتاری. خب یک قسمتیش فیزیکی هست، این نیاز فیزیکیش پربار هست. در کنارش خانمش رو داره که بازنشسته شده، تمایلاتش کمتر شده. خب اینجاست که میخواد خودش رو پیدا کنه. یا خودش رو چطور پیدا میکنه؟ بعضی هم زنها هم مردها یه راهی پیدا میشه، کسی، دوستی، عزیزی که اینها رو میکشونه به طرف پایبندی دین. میبینی که یهو ریش گذاشت، محاسن میگذاره، میره جماعت تبلیغ، میره این و در این مرحله وقتی که برمیگرده با شدت برمیگرده. یهو میاد تو خونه، تا الان تو خونه تلویزیون بود، همین میزنه تلویزیون میشکنه، نمیدونم یه قانونهای جدیدی که شنیده، یه چیزی کوچیکی، هر چیزی که یاد میگیره از دین اون رو دیگه حالا شنیده، درسته یا اشتباهه مهم نیست، اون رو میخواد که اجرا بشه مو به مو. برای خانواده هم تحملش سخته، یهو برگشتن برای خودش رو هم اذیت میکنه، دیگران رو هم اذیت میکنه. این بهترین موردش هست. این کسی هست که مثلا یه راهی رو میره، یه مدتش میره 2 سال 3 سال، بعد دیگه کم کم سرد میشه و بحرانش حل میشه، مسئلهش حل میشه. اما خدای نکرده اگر راه به انحراف رفت، این برای مردم زیاد اتفاق میفته. واسه همین یک بعضی از پوشش‌های آمریکایی اصرار دارن که هیچ وقت نذارید یک 60 ساله‌ای مثلا بدون زن بمونه. زنش اگر فوت کرد یا طلاق داده بود فلان، این رو حتما به گونه‌ای با یک زنی ازدواج بدی تا اولا انحراف جلوگیری بشه، از هم انحراف اجتماعی جلوگیری بشه و هم خودش رو داغون نکنه. چرا؟ دیگه الان این نیاز به یک همدم داره، نیاز به یک کسی داره که در کنار اون شخصیت خودش رو بتونه بروز کنه. این تصور جناب دکتر در جامعه ما این گونه است که شخصی که مردی حالا مثلا از 50 به بالا گذشته سنش 60 مخصوصا که شما اشاره کردید، دیگه الان اگر همسرش هم فوت کرد دیگه الان باید بشینه گوشه خونه و گوشه مسجد و عبادتی بکنه و دیگه الان اگر بخواد بحث ازدواج رو مطرح بکنه شاید اولین کسانی که مخالفت بکنن فرزندانش باشن و دور بری ها برادری داشته باشه، بگن دیگه الان سر پیری و اون معروف مثال معرکه گیری و خلاف اون چیزی که شما بیان میکنید. عرف جامعه ما خلاف این رو میگه. ببینید ما عرفی داریم، عرف اشتباست با یک واقعیت‌های علمی و دینی و شرعی که اون چیز دیگه میگه. عرف ما باید عرفمون رو عوضش کنیم، باید یکم عقلانی با مسائل برخورد کنیم. اگر زنی در پیری شوهرش رو از دست داد، این زن پیر به سادگی میتونه در جامعه زندگیش رو بدون شوهر بگذرونه.
یعنی چی؟ یعنی از دید مردم یا خودش نیازی نداره؟ خودش چون که نیازش به شوهر کمتره. اگر این زن نوه ها داشت، بچه ها دور برش بودن، این زیاد اذیت نمیشه. این مقداری فقط همون خاطرات و هست و اینا و به هر حال دمدمی می بود، خوب بود. نیست همدم از این که تنها باشه بهتره طبیعت. اما اگر مرد هرچه مرد پیرتر باشه، سال خورده تر باشه و هرچه مرد بیماری‌هاش بیشتر باشه، به همون درصد نیازش به همدم بیشتره. برخلاف اون چیزی که ما تصور برخیامون تصور میکنیم آقا 90 سالشه 100 تا بیماری داره، چون 100 تا بیماری داره پس 100 برابر نیازش بیشتره. نیازش بیشتره. چون پیرتره 100 برابر نیازش بیشتره. یک مرد 40 ساله وقتی که تنها میمونه اینقدر اذیت نمیشه که یک مرد 80 ساله اذیت میشه. این یه مرد 40 ساله خودش رو میتونه با کار و فعالیت ها اینا گمش کنه، خودش رو گم کنه تو محیط. نیازش به همدم و همسر هست اما میتونه خودش رو کنترل کنه، میتونه خودش رو گول بزنه. مشغله ها سبب میشه انسان از خیلی از نیازهای خودش غافل میشه مثلا. خب اما این مرد پیر نه. این الان اگر این رو به دادش نرسیدن، بچه هاش، جامعه، این ور اون ور، این الان نیاز به کسی داره که این رو جمعش کنه. در واقع نیاز به یک خانم پرستار مادرگونه داره. این انسان همیشه یه مرد نیازمند یه زن هست. همیشه باید مرد تو آغوش یک زنی باشه. در طول زندگیش مرد خیلی نیازمند زن هست. در کودکیش میبینی همیشه تو آغوش مادر هست، میشه گربه خودش رو چسبونده به مادرش. وقتی پیر میشه در یک مرحله از زندگی مرد و زن با هم دیگه مرد و زنن. میبینی وقتی که به پیری میگیرن میبینید که مرد خانمه چون که یه تجربه مادریت رو با فرزندانی که الان رفتن داره، این خود به خود انگار که مادر شوهرش میشه، رسیدگیش به شوهرش مادرگونه میشه. یک تجربه مادریت رو الان داره با شوهرش تجربه میکنه. این مرد الان وقتی زنش رو از دست میده انگار یه بچه یتیم میشه. یه بچه یتیم شیرخواره چقدر نیاز به مادر داره، به همون اندازه این مرد نیاز به یه همسر داره. پس برگردیم جناب دکتر موضوع خودمون، این که این بحران برای کسانی که مردهایی که به سن بیشتری از اونها گذشته احتمالش بیشتره و بعد به فکر یک راه حلی شد. راه حلا رو بگیم الان این مردی که به اصطلاح در همون محیطی هست که الان زن داره، خب دچار این بحران شده، یا اطرافیان کمکش میکنن، به خصوص همسرش، باید اینقدر ازش تعریف کنن که این بزرگترین مشکلش چیه هست؟ بزرگترین مشکلش اینه که یهو خودش رو میبینه که آقا من هیچ کاری نکردم تو این زندگی، من چرا ازدواج کردم که بچه بیاد و بچه بره، خب من نیاز به زن دارم. این زن باید جانب عاطفی نیاز این مرد رو باید پر کنه. چطور پرش میکنه؟ یک جانب فیزیکی هست. خب این فیزیکیش رو باید اولا جوابگو باشه. جانب فیزیکی رو چطور جوابگو باشه؟ شما که اشاره کردید بحث اینه که از اون طرف تقاضا کمتر میشه، از این طرف همچنان همون تقاضا کمتر هست، نیاز کمتر هست. از پیش خانم نیاز کمتر هست، از پیش آقای نیاز بیشتر هست. این خانم باید با این راه بیفته. راه نیفتاد از دستش داره. به همسر دیگه چیکار باید کردن؟ به همسر دیگه ای تمایل داره. وقتی که تمایل داره و خطش رو طی کرد، الان شما یا باش در میافتید. ببینید این زن و مرد با هم یه تاریخی دارن، تاریخی پر از محبت، پر از خاطره، پر از همه، مخصوصا که فرزندم داشته باشن، فرزندم دارن، هیچ مشکلی ندارن. اما این مرد دچار یک به اصطلاح به نوجوانی متأخر شده، یک عشق نامتعارف.
الان رفته ازدواج کرده یا میخواد ازدواج کنه، این میخواد ازدواج کنه، یک انگیزه قوی این رو به اون سو میکشه. شما یا میای صدرا میشین، صدرا شدید چی میشین؟ دشمن میشین. تو اون میخواد یک چیزی بهش برسه و شما نمیذارید، این مجبور میشه آخر شما رو که با همه این تاریخ خوبیات شما رو رها میکنه، میره کار خودش رو میکنه. یعنی نباید مبارزه کرد با این احساس، نباید دو جلوش رو گرفت، باید یا با عقل و منطق اون رو آرامش کرد، بهش فهمون که شما با این کارت خب ازدواج میکنی، خیلی حرف خوبیه، اما نمیدونی مردم چی میخواهند گفت، جامعه چی میگه که شما بعد از 55 سال الان رفتی با یه دختر 20 ساله ازدواج میکنی. خب بیا با کسی ازدواج کن که در شأنت باشه، خب از نظر اجتماعی در شأنت باشه. این مرد مثل تصرفاتش مثل که نوجوان هست. نوجوان چه کار میکنه؟ یه دختری رو دید عاشق شدم، من همینو میخوام. بابا جان این در شأن ما نیست، در سطح خانوادگی ما نیست، این دختر روش حرف هست نیست فلان، من همینو میخوام، یا این یا خودمو میکشم. این علامتی چی هست؟ علامتی یک خامی و یک طغیانی هست که در داخلش هست. ازدواج میکنه، خانوادهش پدر مادر همه رو میبره ازشون که من همینو میخوام، دختره همین کارو میکنه، پسره همین کارو میکنه. ازدواج کردن 1 ماه 2 ماه 3 ماه 1 سال بعد به سر هم دیگه میزنن، طلاق. بعد الان روی بار بازگشت هم ندارن، خانواده رو از دست دادن، خویشان رو از دست دادن، اون احترام و وجاهتی که داشتن از دست دادن. هیچ دیگه مرد دقیقا همین کارو میکنه اینجا. و من نعمره ننکسه فی الخلق. کسی که به سن میان سالی و بالا 5 سال میرسه معکوس میشه. معکوس میشه به جیب اصلا مثلثش چپه میشه. این همینه. خب این فرد میاد یه ازدواجی میخواد بکنه که این ازدواج نامعقوله. اینجا یا میان افرادی که هستن، این محیط اجتماعی خیلی تاثیر داره، فرزندان خیلی تاثیر دارن، اینقدر باید بهش بها بدن. اولا فرزندان برای جلوگیری از همچنین حالتی باید محیط خانواده رو تنها نذارن، به خصوص در این خانواده هایی که میگم ارزش های اخلاقی و ایمانی پایینه. باید آقایون خانم هایی که در این خانه هستن، دخترها پسرها خود زن، الان فهمیدن که همچنین بحرانی امکان داره به وجود بیاد. در این خانواده ها امکانش خیلی بالاست. در خانواده ای که زن کارمند باشه امکانش خیلی خیلی بالاتر هست. خب الان اومد این طرف، یا میای میفهمونیش نه اینکه صد راهش میشی، میفهمونی یعنی اینی که میای کمکش میکنی تا زنی براش پیدا کنی که مناسبش باشه. ازدواجشو میکنه ازدواجشو حتما خواهد کرد. الان چون که انسانی هست که تا حدودی خدا ترس هست، نمیره به راه حرام. خیلی وقتا هست که افرادی که دچار انحرافات اخلاقی و فساد اجتماعی میشن از همین ردیف افراد هستن. اینو گهی میبینی در مثلا کشورهای مثل ایران که یک سیستم زنای فاحشه سیستماتیک درست شده تو جامعه. میبینی هر چند ماهی، هر چند وقتی یه سری میره مشهد. چرا میره مشهد؟ خودش میدونه که کل حکایت مشهد یه دروغ بیشتر نیست. همون آقایی که این مشهد و این نمیدونم مزار رو میچرخونه خودش باور نداره. خودش برای درمان بچه هاش میفرستدشون اروپا. خودش داره دندونش درد میکنه میره بسا پیش دندون پزشک، نمیره پیش امام رضا. شوهره از شیراز بلند میشه اونجا میره، هر چند ماهی میره که نمیدونم میرم زیارت آقا. این زیارت آقا نمیره، زیارت خانم میره. خب اینجا چی هست؟ این دچار یه بحران شده. اما چون که از عرف اجتماعی میترسه، توان این رو نداره که زن دیگه بگیره، جرأتش رو نداره.
محیط اجتماعیش اینطور بار اومده. الان خودش رو میره به فساد، به فاحشه اونجا مبتلا میکنه. هر 2 ماهی 3 ماهی میره. این فرد با مرور زمان چی میشه؟ با مرور زمان این خانواده خود به خود متلاشی میشه. اون مرد دیگه مرد زندگی نمیشه. مرد زندگی نیست. با اولین سفرش در خانوادهش طلاق صورت گرفته. طلاق عاطفی صورت گرفته. اونجا که رفت، اونجا چه زنی رو دید؟ زن 1 ساعته رو دید. در اون 1 ساعت همش خوش و باش بود. اینجا که میاد زن رسمی خودش رو که میبینه، اینجا چه زنی رو میبینه؟ زنی رو میبینه که با یه عالمه فعالیت هایی که اون جهش و اون جنبش و اون انگیزه آفرینی رو نداره. قهر داره، نقنق داره، سرصدا داره، بیماری داره، فلان داره، اینا. خب این مرد یا اینطوری میره گم میشه، یا اینی که ما کمکش میکنیم، خانواده کمکش میکنن که این میره یک ازدواج موفق میکنه. در کنار کمکش میکنن تا این بله در این ازدواجش یه اتفاقی اینجا صورت میگیره، باید این خانم اولش تحمل کنه و اون اینه که یهو میره جهت زن دوم. یعنی این بحران اگر ازدواج هم درش صورت بگیره، یعنی بعد از ازدواج نباید انتظار داشت، خانم اول نباید انتظار داشته باشه که آقا پیش این باشه و همچنان اون رابطه گرم اولیه رو داشته باشه و خود به خود بعد از اون یک پس لرزه دیگری هم هست. هنوز کلا عموما در ازدواجها این اتفاق میفته. ازدواج دوم، ازدواج سوم، چهارم، هر چی باشه، این ازدواج در واقع یک آزمایش الهی است که این افراد این رو قبول میکنن. شوهر میگه که خدایا، حتی اگر یک شوهر ارزشی باشه، شوهر میگه که خدایا من یک زندگی خوب دارم، یک کلبه سعادت دارم، اما درد جامعه را احساس میکنم، یک کلبه خوشبختی دیگه‌ای در کنارش درست میکنم، سومی درست میکنم، چهارمی درست میکنم. یک انسان ایدئال هست. اینا کم انجام. خب الان همین انسان کم وقتی این کارو میکنه آیا دچار مشکلات نمیشه؟ طبیعتا میشه، اما خودش با میل خودش این مشکلات رو تحمل میکنه و اجر میگیره. خب این خانم ها آیا دچار مشکلات نیستن؟ طبیعتا هستن. عدالت اجرا نمیشه. بابا عدالتی که ما میگیم همش حرفه. خداوند متعال میفرمایند که ولن تستطيعوا ان تعدلوا بین الناس ولو حرصتم. خب مال قلب و دل دیگه، اما در رفتار، حتی در رفتار یعنی چی؟ رفتار با کی داری رفتار میکنی؟ این فرد یه فرد ایدئال هست، تمام عدالت رو مو به مو اجرا کرده. آیا در چشم این زنها این عدالت مو به مو اجرا شده؟ هرگز. امکان نداره. شما آقا به این یه لیوان دادید، به این یه لیوان، مثل هم، چرا اول به اون داد به من نداد؟ نه از دید اون دوتا که مثلا بحث، پس قضیه اینجا اسم عدالت وجود نداره. پس این یه آزمایش هست. باید همه این رو باید باش بسازن و صبر کنن و اجر بگیرن. حالا این یک حالت نرمال، ایدئال، ارزشی است. اما این حالت یه بحرانی است. یه زن داشت، زن خوب بود، زندگیش خوب بود، اما دچار این بحران شد، اومد یه زن دیگه گرفت. زن اول چیکار کنه؟ زن اول اینجا یه دو راه داره در پیشش. یه راه منفی، یه راه مثبت. یه راه منفی که ما هرگز به اصطلاح توصیه نمی‌کنیم، دعوا کنه. آبروی منو بردی، آبروی خانواده رو بردی، فلان کردی، رفتی دختر 15 ساله گرفتی، این که از دخترای خودت کوچیک‌تره و نه فلان و دعوا. این زنی که تاریخ بود، این زنی که محبت بود، این زنی که مادر بچه‌ها بود، این زنی که همدم سالیان سال بود، یهو میشه چی؟ دشمن، طلاقش میده، جدا میشه، تموم شد رفت، میره دنبال این زنه دوم. این حرکت منفی است. حرکت مثبتش صبر میکنه، تحمل میکنه. شوهرم دچار یک بحران شده و این مسئله رو حل میکنه. شوهر با این زن میره، خب در کنار این زن یه زندگی دیگه ای رو تجربه میکنه. برمیگرده به چی؟ میخواد برگرده به جوونیش اما نمیتونه. اما به هر حال با همون حال و هوا میسازه. یه ماه، 2 ماه، 1 سال، 2 سال این زنه است که
میناله. بعد از اول 2 سالی رو تحمل میکنه بعد از ازدواج شوهر. 2 سال خیلی کم اتفاق میفته به 2 سال برسه. بعد از اون مرد تازه میفهمه که ای بابا زنا همه که مثل همن، فقط یه نوسان سنجی هست که اینجا که یکم فرق میکنه با هم. بعد برمیگرده پیش چی؟ خانم اولش. ببینید در همین ازدواجا ببینید این زن 2 سال نالید، این زن دوم تا آخر عمرش میناله. منو یادش رفت پیش همدم اول. عربا همیشه میگفتن العشق للحبیب الاولی، شاعرها میگن که عشق مال همون دوست اوله، به شرطی که خانم تحمل کنه و این بحران رو خودش رو خراب نکنه، درک کنه که این مدیریت کنه خودش رو و همچنین شوهرش رو باشه در کنارش باشه و جبهه مخالف نباشه. الان این مسئله حل میشه. زن دوم، سوم، چهارم اگر اینا بتونن خودشون رو کنترل کنن، هیچ موردی به وجود نمیاد. خب اینجاست که ببین یک اتفاق خیلی زیبایی افتاده بود برای یکی از دوستای ما، همینجوری دم میکرد دنبال زن دوم بود. بعد مادر زنش ایشون رو دعوت کرده بود خونهش و پاکستانی‌ها در درست کردن عدس یه مهارت ویژه دارن، تخصص دارن، چون غذای مثلا اصلی یا غذای چی میگن متقالمه، غذای رسمی یا فرهنگی روی هر سفره‌ای عدس باید باشه. این تقریبا 20 نوع غذا با عدس درست کرده بود. همش عدس به شکل‌های مختلف. بعد این دوست ما میگفت رفتیم اونجا و سفره بزرگ همش عدس، اما این نمیدونم شورباست، اون نمیدونم سخته، این فلانه، به شکل‌های مختلف. گفتم مادر خیلی زحمت کشیدی اما همش دیگه عدس بارون شده. گفت پسرم من میخواستم فقط یه درسی بهت بدم، زنا مثل این عدسان همشون عدسن اما شکل و قیافه‌شون فرق میکنه، همشون یه چیزن. اینو مرد کی درک میکنه؟ بعد از اینکه تجربه کرد. خب پس اینجا باید زنه که بدونه چطور با این بحران شوهرش کنار بیاد. نقشی که به اصطلاح پسرا دخترا دارن اینجا دیگه نقش داد و فریاد نیست. قضیه این نیست که پدرمون آبروی ما رو میبره. نه، آبروی شما دست پدرتون نیست، آبرویتون دست خودتون. اگه میخوای آبرو حیثیتونتون حفظ بشه، نیایید جبهه گیری نکنی. طرف سردرده، به جای چی میای میزنی که چرا سر درد میکنه، یا میایید دنبال یه چی میشه، یه پانادولی بهش میدید، یه مسکنی میدید، یا آسپرینی میدید، یا شما آسپرینه رو میدید که اون آروم بشه، یا خودش میره فکر میکنه که سرم رو بزنم به دیوار آروم میشن، میره سرشو میزنه به دیوار، هم سرشو میتره کنه هم بلای جان شما میشه. اینجاست که با یک بحران باید مدیریت بشه باش کنار رو اومد. ممنون جناب دکتر، جزاکم الله خیر. اگه اجازه بدید چند تا از سوالای بینندگان عزیز رو هم داشته باشیم، چایتونم سرد شد. بعد چون که چند دقیقه بیشتر به پایان فرصت برنامه هم نداریم. خواهری فرمودن که من زنی هستم که ازدواج کردم، چند فرزند هم دارم و شوهرم هم قبلا ازدواج کرده بوده، گرچه طلاق داده بوده خانم قبلی خودش رو. دختری داره از خانم قبلیش که من احساس میکنم و تا حدودی مطمئنم هستم که رابطه‌ای ناسالمی با دخترش داره و حالا ایشون سوء ظن پیدا کرده به شوهرش و دختر اولش و من چیکار کنم؟ شما اولا یک چیزی که بین زنها به وجود میاد، زن و دخترای زن اول، اینهو همون غیرتی هست که بین دوتا هوو به وجود میاد. خب الان پدر دخترش رو میبوسه یا بغلش میگیره یا دست به سرش میزنه، محبت میکنه، این به اصطلاح زن دوم غیرتی میشه. غالبا این مورد همین هست که شما چون که اون خیلی غیرتی شدید به هر چیزی سوء ظن دارید.
حالا تصور کنیم که برداشت شما درسته. اینجا چه باید کرد؟ شما ببینید طرح این سوال بیانگر این هست که شما یه زن ایدئالی برای شوهرت نیستی. چرا؟ چون که اگر شما یه زن ایدئال می بودید و شوهرت تو رو خیلی دوست می داشت و میتونستی همونطوری که ما قبلا گفتیم چطوری عشق رو در زندگی بسازی، عشق رو در زندگی می ساختی، شوهرت هرگز کاری رو نمی کرد که در ذهن شما همچنین تصوری به وجود بیاد. در ثانی شما نیاز پیدا نمی کردید این سوال رو اینجا مطرح کنید. خیلی راحت شما به شوهری که این فضای عشق رو به وجود آوردی بهش میگفتی ببین عزیزم، دخترته، دختر منه، من و آینده ما به هم گره خورده، هرچه باشه ناموس منه، ناموس خودت هست، بدنامیش بدنامی همه ماست. بله. این شیوه رفتار شما با دخترتون زیبنده نیست. درسته شما حق دارید که دخترت رو در حالتهای چنینی ببینی، اما نه در یه حد و مرزایی وجود داره. من خودم میبینم که شما این حد و مرزا رو مراعات نمیکنید، این لیاقت جایز نیست، مناسب نیست. شمایی که مادر هستید و این دختر رو تونستید در آغوش بگیرید و دوستش داشته باشید و کاری بکنید که اون دوست شما باشه و شما رو به چشم مادر میبینه، خیلی راحت میتونستید بهش بگید که دخترم پدرته، راه رسیدن به بهشتته، از پدر به تو کی نزدیکتر، اما دخترم یک عاداتی هست، یک رسومی هست، یک خط مرزایی هست، حتی بین دختر پدر شما باید اینا رو مراعات کنید. پس این بیانگر این هست که شما این فضا رو به وجود نآوردید، پس مشکل پیش شماست. این در حالتی هست که مثلا شما غیرتی نیستید و برداشتتون درست بوده. اما اگر نه شما اصلا غیرتی هستید و این غیرت چشم شما رو اینجوری نشون میده که هر چیز رو به چشم شک ببینید، که این دیگه خیلی بدتره. شما باید یک بازسازی کنید در کل اندیشتون، در کل سیستماتیک زندگیتون و برید برگردید به برنامه‌های قدیم ما که میگفتیم چطور عشق رو در زندگی بسازی. عشق رو در زندگی بساز، برای این دختر مادر باش و برای این شوهر همسر. ممنون، جزاکم الله خیر. خواهر دیگری فرمودن 1 سال ازدواج کردم، شوهرم مشروب میخوره و با روانپزشکم مشورت کردم و گفته که شوهرتو بیار خونه و کنترلش کن. من چیکار باید بکنم؟ اولا اینکه شوهرت مشروب میخونه و خارج میخوره، روانپزشکی گفته بیارش داخل خونه بخوره، این راه حل نیست. اینی که شوهرت بیرون میخوره یعنی چی؟ یعنی برای فضای خونه یه تقدس قائل هست. حداقلش اینه که روش نمیشه، جلوی روش نمیشه، بجور از چشمای شما مرتکب این گناه میشه. اما اگر آوردش توی خونه، این قداست خونه رو ریخت دیگه. الان نه از خود خجالت خواهد کشید و نه از فضای خونه شرمش میشه. اینجا دیگه احساس امنیتش بیشتر میشه، بدتر خواهد شد. پس اینه که شما سعی کنید اولا این فضای ایمانی خانه رو بالا ببرید. این شخص باید احساس گناه بکنه، احساس شرم داره میکنه از خودت. پس یعنی امید خیلی هست از بنده خدا. وقتی خجالت میکشه الان فقط مونده که ما بکنیش که از خدا هم شرم بکنه. باش در این زمینه بیشتر کار کن که فضای ایمانیش، فهم و درک ایمانیش بیشتر بشه، به طرف توبه بیشتر بیاد. اگر میدونه که شما خبر دارید از این مشروب خوریش، اگر که نمیدونه نباید بهش اطلاع بدی که خبر داری، انگار که شما نمیدونی، اما فقط سعی میکنی که چی؟ ایمانیاتش رو بالا ببری و به طرف توبه بکشونیش. اما اگر میدونی که شما میدونید که خب راحت تره، راحت بهش سعی میکنی با افراد خوب، با افراد نیک، با سخنرانی های خوبی که در مورد توبه هست، در مورد عذاب قبر هست، در مورد مرگ هست، این رو بیشتر آشناش کنی، دینداریش رو، سطحش رو بالا ببری و کمکش کنی که توبه کنه. انشالله. بیننده دیگری فرمودن که من 3 سال ازدواج کردم، خانوادم در زندگیم خیلی دخالت میکنن و خانمم هم زیاد حرفشون رو گوش میکنه و دنبال رویشون هست و میان خونمون 1 هفته هم میمونن و تریاک میکشن و آخرین بار هم من رفته بودن از خونه بیرون، اومدن خونه من و خانم منو برداشتن بردن. چیکار باید بکنم؟
شما هم بکشین باشون. ببینید عزیز من، شما نتونستید یک ازدواج کردید، نتونستید برایش زن شوهر درست باشید. شما اگر از مرحله اول زنت رو براش شوهر درست می بودید، میدونست که در کنار شما بیشتر احساس امنیت داره تا در کنار خانوادهش، با اونا نمیرفت. اما حالا که رفته، یه راهش این است که شما اصلا دنبالش نرید، بهشون نشون بدید که یا برمیگردن درست، یا همین مسیری که خودشون انتخاب کردن همین رو برن. و اگر به خصوص اگر شما فرزند نداشتید، صبر کنید. صبر جزئی از درمان هست. دیدید که افرادی رو فرستادن از این ور اون ور که چرا خانمتو بر نمیگردونی فران، پس میدونید که اینا میخوان که اصلاح بشن. میایید با یک شرایط درستی این رو برمیگردونید. خانم برمیگردید خونه، در خونه ما میریم دیگه دیدن پدر مادر و خویشات. اونا حق ندارن بیان، چون که اونا اومدن اون حریم و تقدسی که این خانواده داشت، این خانه داشت، اون رو پایمال کردن. و اگر معتاد هست همسرت، به هیچ عنوان نمیذاری که در این اعتیادش بمونه، به هر صورتی که مونه کمکش میکنی تا ترک کنه. و اگر دیدی نه این خیالشون نیست، اونم رفته با همونا میپنه، اون وقت دیگه باید به فکر یک وارسی در زندگیت باشی، فکر یک ازدواج دیگه باشی و کم کم خودت رو از این زن نجات بدی. ممنونم. اگر به عنوان آخرین سوال هم درباره سوالی که بیننده فرمودن، من جای نامزد دارم و وقتی که خیلی وقت پیش بهش قول دادم که من داماد خانواده شما میشم ان شاءالله، چند سال از این قضیه میگذره و من بهشون گفتم میخوام الان ازدواج کنم، ولی خانواده دختر من میگن که چند سال دیگه صبر کن تا تحصیل دخترمون تموم بشه و نمیتونم بیشتر از این صبر کنم و 23 سالم هم هست. چیکار باید بکنم من در شما؟ عزیز جان، شما 23 سالت هست، دارید پا میگیرید میگذارید توی ترشی، از زیاد عجله هم بکن. خانواده این شاید یک جواب محترمانه هست که آقا ما شما را نمیخوایم. شما باشون بشین، رک و پوست کنده، آقا منو میخواید یا نه؟ اگر واقعا شما رو میخوان، پس آینده بسا دخترشون براشون خیلی باید مهمتر باشه از این بهانه ها. دختره میخواد درسش تموم بشه، خب چه تعارضی هست بین ازدواج و پایان تحصیلات؟ ازدواج میکنید، اگر شما میبینید که این درسش برای همسرتون ادامه درس مهم هست و نیاز هست، از ابتدای کار میگی که بله ازدواج میکنیم، درس شما میکنه. بله. اما اگر شما میدونید اصلا شما این درس رو نمیخواید، این رشته رو نمیخواید، این رو نمیخواید، از ابتدای زندگی میگید آقا من میخوام ازدواج کنم و این تحصیلات برای زنم هم نمیخوام، خب من الان میخوام ازدواج کنم، شما دخترتون رو میدید یا نه؟ شرایطشو بگم. خود رو بسا پوست کنده همه چیز رو میگید و میایید. اگر اونا دخترشون رو دادند یعنی اینه که شما رو میخوان، اگر ندادن پس همونطور محترمانه که اونا گفتن که آقا بذار درسشون تموم بشه، شما بذار درسشون تموم بشه و خودت هم هیچ گونه پایبندی به اینا ندادی. شما گفتید که من دختر شما رو میام خواستگاری من داماد شما میشم، اونا میگفتن ما نمیخوایم تو داماد ما بشیم، تموم شد رفت، برو یه جایی که بخواندت. ممنونم، جزاکم الله خیر. گرچه سوال‌ها باقی است اما وقت برنامه پایان رسید. در یک دقیقه اگر صحبت پایانی دارید با بینندگان عزیز میشنویم. عزیزان در یه دقیقه فقط اینی که ما در مسیر در این موضوعی که با هم داشتیم، اینی که اولا ببینیم که این اتفاق در هر خانه احتمال وجودش هست. در شمایی که به این عمر نرسیدید خب باید این آگاهی داشته باشید که این عمر میاد. شمایی که اومدید رسیدید باید بدونید که این یک عمر، این پدیده چه وقت به وجود میاد؟ پدیده ای هست که میگه که آقا من شکست خوردم، گذشتم رو قبول ندارم، میخوام یک زندگی جدید رو به وجود بیارم. پس بیاییم راه حلش، یه بهترین و ساده ترین راه حلش اینه که سطح روابطمون رو با خدامون عمیق‌ترش کنیم، خیلی قوی کنیم. اونجاست که دیگه در زندگیمون همیشه احساس رضایت میکنیم، احساس این نمیکنیم که ما شکست خوردیم. چرا؟ چون که ما در واقع استثمار اصلیمون اینجا نیست.
سرمایه گذاریمون توی چی است؟ تو آخرته. خب من بچه‌ای تربیت کردم، من بچه دار نبودم اصلا، خب اما تونستم در این مدت به فلان یتیم خانه کمک کنم، تونستم فلان پروسه خدمت به جامعه رو درست کنم، تونستم یک استاد خوب باشم، شاگردایی تربیت کنم، من زن تونستم در محیط جامعه چه فعالیت هایی بکنم و خودتون همیشه مشغول میکنی به چی؟ به جامعه، خدمت به دیگران، فایده رساندن به حل مشکلات و گره‌های جامعه. این خود به خود باعث میشه که احساس وجود میکنی. وقتی که انسان با دیگران و با جامعه زندگی میکنه احساس وجود میکنه. وقتی که تنها میشه، تو خودش میشه، تو خانوادهش میشه، خودخواه میشه، مادیگرا میشه، مادی پرست میشه، اون وقتی که خودش رو کوچیک میبینه، تنها و کوچیک توی یک صحرایی میبینه و دیگه احساس پوچی میکنه و دچار همچین بحرانی میشه. ممنونم از لطف شما و صحبتایی که برای مؤمنان عزیز داشتید. همچنین تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا این لحظه برنامه خودتون رو یاری کردید. در پایان از الله متعال برای همه گذشتگانمون بخشش، رحمت و مغفرت رو خواهانیم و برای خودمون توفیق اخلاص، طاعت تا آخرین لحظه حیات. و تشکر خاص دارم از احمد جان کارگردان محترم برنامه، فرید منیر احمد عزیز و همه عزیزانی که تلاش میکنن تا این ارتباط بین ما و شما برقرار باشه. میتونید که سوالهای خودتون رو در فاصله این برنامه تا برنامه بعد با ما در میان بگذارید، از طریق فیسبوک و از طریق واتساپ و تلگرام و همچنین از طریق SMS و پیامگیر صوتی شبکه جهانی رسان حق. انشاءالله در برنامه‌های پیش رو حتما مطرح خواهد شد. تا برنامه بعد همه شما خوبان عزیزان رو به الله متعال می‌سپارم. الله یار و نگهدار شما. جزاکم الله خیر. خیلی ممنون.